باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه به محل حملات 11 سپتامبر در نیویورک موسوم به نقطه صفر می‌رود. 6 روز پس از کشته شدن اسامه بن لدن به دست نیروهای آمریکایی در پاکستان، کشمکش‌ها بر سر چگونگی این عملیات همچنان ادامه دارد و بسیاری خواهان توضیحاتی بیشتر از سوی مقامات آمریکایی هستند. پیشتر آقای اوباما در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS گفته بود بدون کمترین تردیدی ما اسامه بن لدن را کشته‌ایم. برای ما منتشر نشدن تصویر مقتولی که از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفته موضوع مهمی است، چرا که در غیر این صورت به خشونت بیشتر خواهد انجامید. ولی روز پنجشنبه نوی پیله، رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، خواهان افشای کامل حقایق حمله علیه بن لدن شد و گفت جهان حق دارد بداند که دقیقاً چه رخ داده است. آقای اوباما با شرکت در مراسم روز پنجشنبه به یادبود قربانیان 11 سپتامبر می‌پردازد و با خانواده قربانیان به طور خصوصی دیدار می‌کند.